فرشتگان مخلوقات از عالم غیب هستند که ما آنها را با چشم مشاهده کرده نمی توانیم و آنها را نمی بینیم اصلا. بسم الله حجبهم الله عنا فلا نراهم. الله سبحانه و تعالی فرشتگان را از ما پشت پرده قرار داد که ما آنها را نمی بینیم. و حکمت از این که الله سبحانه و تعالی اینها را از ما در حجاب قرار داد ما آنها را نمی بینیم با دو جهت است. اول ایمان آوردن ما به این ملائکه ها که این علم غیب است، به غیب ایمان آوردن که انسان بر غیب ایمان بیاورد در این مدح و ستایش کرده می شود و این بر انسان منفعت می بخشد. اما اگر دیده شود چیزی که دیده شود برای مدح کرده نمی شود اصلا و برای فایده هم نمی رساند. چگونه که اگر بر انسان مرگ حاضر بگردد ایمان می آورد در حال ایمان می آورد که دیگر این ایمان برای انسان فایده ای نمی دهد. همچنین عالم ملائکه ها. و دوم تا اینکه انسان نگران نگردد، سرگردان نگران نشود هنگامی که ملائکه را با خود می بینند. از طرف چپ و راست ملائکه با آنها می نشینند، حضور می کنند در جلسه های ذکر، علم و در نزد درهای مسجد، روزهای جمعه که اعمال بندگان را می نویسند تا که مردم در این مورد سرگردان نشوند و همچنین نگران نگردند. خاصتا کسانی که عقلهاشون عقلهای ناقص است، عقلهای ضعیف است. چگونه که جبرائیل علیه السلام خودش را به انسان تبدیل داد هنگامی که نزد مریم اومد، یا که با پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش را نشان داد. چگونه که در حدیث ذکر می شود که حدیث امام بخاری است، همچنین امام مسلم اون در کتاب ایمان ذکر می نماید که رسول صلی الله علیه و سلم پیامبر را جبرائیل را بر صورت اصلیش دیدند که 600 پر و بال داشت، تمام افق را فرا گرفته بود. چگونه که روایت در غار حرا ذکر شدگی است که پیامبر وقتی که جبرائیل را می‌بیند تمام افق را، آسمان را محکم کرده است، دیگر آسمان را دیگر ندیدند رسول صلی الله علیه و سلم. اگر کسی پرسد که آیا ملائکه ها امروزها بعد پیامبران بر بعضی از بندگانش آیا خودش رو کشف میکند که بیننش بعضی از بندگان خاصی الله سبحانه و تعالی، ظاهر حال این است که بله ممکن است، این ممکن است. اگر یگام سبب پیدا بگردد، انسان اگر راهش را گم کرد مثلا مثال ده، الله سبحانه و تعالی برای بنده نیکوکار و موحد خوشبخت اکرامش میکند و این ملک را میفرستد تا یک چیز راه را برای وی نشان بدهد. و همچنین جبرائیل علیه السلام هنگامی که نزد مریم آمدند به صورت یک بشریت، یک انسان آمدند، یک انسان کامل و با مریم صحبت کردند. مریم با او صحبت کردند. به نزد رسول صلی الله علیه و سلم آمدند در حالی که صحابه در جا حضور داشتند. کسی وی را نشناخت، اثر سفر در وی نبود، لباسش بسیار سفید بود. در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نشست، زانوهای خود را با زانوهای پیامبر چسبانید، دستایش را در بالای زانوهایش گذاشت، کفای دست را پیامبر خطاب کرده از او پرسید. و پیامبر در این حالت چیز بر صحابه خبر داد که این جبرائیل بود. چون که الله سبحانه و تعالی ذکری و خوری جبرائیل علیه السلام را با مریم ذکر نماید. استعیذ بالله فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. و آنگاه ما روح جبرائیل علیه السلام را نزد مریم فرستادیم و چون انسان تمام بر او نمودار شد، یک مثل انسان کامل با مریم نمودار شد. قالت اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم گفت از تو به الله مهربان پناه میبرم، اگر از الله بترسی به من زیان نرسان. قال انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا. جبرائیل گفت من فرستنده پروردگار تو هستم تا تو را پسری پاک و پاکیزه از گناه ببخشم. یعنی مریم علیه السلام جبرائیل علیه السلام را با صورت بشر یک انسان دیدن که خطاب کرد، با او صحبت کرد.
حدیث جبرائیل حدیث مشهور است، در مسلم در باب امام ذکر می شود که ذکر کردیم جبرائیل نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم میاد به صورت انسان، یک مرد که کسی وی را نشناخت و اثر سفرم در او نبود، چون غالبا انسان مسافر یک اثر سفر در او خستگی، لباس جزی یکم چیز دیگر، لباس بسیار سفید داشت، ریش بگیم که موی خیلی سیاه داشت. نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نشست و زانو های خود رو به زانو های پیامبر رسانید و دستانش در بالای زانو هایش گذاشت. پس از پیامبر در این حالت با پیامبر خطاب کرده، از او پرسید، چگونه که حدیث مشهور است. اگر گفته شود ما چگونه بین این کلمه که آنها غیب هستند، عالم غیب هستند، و این که از برای بعض مردم ظاهر می شود چیست، است که این چیزها نادر، خیلی بر ندرت انجام می یابند. اصل آنها ظاهر نمی گردند، آنها عالم غیب هستند، کسی از انسان ها آنها را نمی بیند، مثل عالم جن که هستند، عالم غیب هستند، نگاه چیز بر انسان ها خودشان را نشان می دهند بر ندرت. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه.